سلام عشقای جذاب، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب خودتون. خب امروز اومدم که براتون پرده برداری کنم از این راز همستر کامبت که داره تو اینستا قوقا میکنه. همه میگن با آپگرید کردن یه کارت مخفی که باید از بین این همه کارت پیداش کنیم میتونیم خیلی راحت 700 تا پروفیت بگیریم. پس اگه اومدی که جواب سوالتو بگیری، همین الان پست لایک و چنل خانواده‌مون رو سابسکرایب کن که آموزش‌های خفن و پرده برداری از رازهای ایردراپ‌هایی میذارم که خیلی بهت کمک میکنه. خب قبل از شروع آموزش بذارید راجع به چند تا کارت جدید همستر کامبت که خیلی مهمه، تاکید میکنم خیلی مهمه. نیازی که شما این کارت ها رو حداقل به لول 10 برسونید و آپگریدشون کنید. کارت هایی مثل لایسنس بنگلادش، هند، ویتنام، اندونزی و به خصوص لایسنس فیلیپین که پروفیت توش ریخته. ترکیه هم که عالیه. اینم بگم در ضمن این کارت ها به احتمال زیاد کارت های NFT محسوب نمیشن. حالا چرا نمیشن؟ چون این کارت ها در ازای استیک کردن پروفیت بالا بهتون میده. ثانیه فقط اکثر کارت های بخش اسپشیال جز کارت های NFT هم، پس سعی کنید همه رو باز کنید و اگه هنوز مشکل اد فرند داری که مطمئنم خیلیاتون هنوز ویدیوی روی شکن کردن اد فرند همستر رو ندیدین، پس حتما این ویدیو رو ببینید تا مشکل اد فرند واسهتون حل شه تا بتونی همه کارت های این بخش رو برای خودت باز کنه. خب بیش از این از موضوع اصلی دور نمیشم و میخوام راجع به توربو همستر واسهتون بگم. خب بچه‌ها یه قسمت توربویی هست توی این قسمت که الان میبینید خاموشه. حالا داستان این توربو چیه؟ بچه‌ها همستر کامبت ابتدای کار خودش که این بازی رو تو تلگرام برگزار کرد و کلی پلیر جذب کرد و نسبت به تبسوب کلی ترندتر شد. خب توربو اگه شما دقت کنید توی بازی تبسوب یه قسمتی داریم که برام ماین میکنه و یه قسمت ربات هم داره. تا اینجا اوکی؟ و یه سری بات هایی که الان ایردراپی هن رو ما میبینیم یه قسمت توربویی داره. این توربو برای ما مثلا ماینمون رو 2 برابر و حالا چیزی که دارن میگن، یعنی خطاب به این قسمت توربو میگن، پروفیت ما رو 2 برابر میکنن. خب عشقا اگه تا اینجای ویدیو هنوز اون لایک رو نکوبیدی این کار رو انجام بده که بهم کلی انرژی واسه آموزش خفن تری میده. خیلی عشقید، پس بزن بریم سراغ ادامه ویدیو. خب دوستان من قبل از هر چیزی بهتون بگم اون ویدیوهایی که از فعال شدن توربو و پروفیت 700 کایی این روزا تو اینستا خیلی ترند شدن، همش فیک و یه همستر برنامه نویسی شده است که توسط یه تیمی به اسم H373 ساخته شده و همه چیزش از توربو گرفته تا پروفیت فیک. دوستان این همستر برنامه نویسی شده جنبه فان داره صرفا، پس خواهشاً به این اخبار فیک باور نکنیدشون. پس هر ویدئویی که راجع به فعال کردن توربو همستر دیدین مطمئن باشید دروغ و صحت نداره. مطمئن باشید که اگه عضو خانواده ما باشید از کوچکترین اخبار ایردراپ به صورت کاملا واقعی باخبر میشید و همیشه از بقیه 10 قدم جلوتره. حالا با این توصیفات اگه بازم خواستید زیر همین پست بگید تا من واسهتون لینکشو داخل کانال تلگرامی بذارم و خیالتون راحت باشه هیچ ضرری واسه اکانت اصلیتون نداره و فقط به خاطر پوز دادن جلو بقیه که مثلا بگید من توربو تونستم فعال کنم. همین. دمتونم گرم که تا انتهای ویدیو همراهیم کردین. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار همتون.